شهر دوشنبه اتل شیرینه چای سبز و رفیق بهترین من در برنامه نو گفته ها. سلام مقیم جان. السلام علیکم. این لحظه ها در این یک باغ که بسیار بزیب نشستیم. من راستی آرزو این برنامه شما رو همش رو تماشا میکنم طریق یوتیوب و یک برنامه شده است که باور کنید اگر بعضی معلومات هایی که من درباره آن شخصیت ها نمیدونستم همین خیلی سوال میدهید که شما وای ها انا همون چیزا گفته میمونن همین جبه. لیکن بهترین برنامه است و گمان میکنم که امروز نیز یک صحبتی ما یک صحبتی خاصه بله. و اکثر بیننده ها میگویند که در این برنامه فقط حادثه های غم انگیز رو ما قصه میکنیم، حادثه های غم انگیز رو اینجا در میان میگذاریم و امروز من فکر کردم که شاید یگون چیزهایی بگویم که بخندیم. البته لیکن من همین غم انگیز به تهوری شدم. با میدر دیتر روی مالچه آورده نه. این حیات است، این حیات است، پستی دارد بلندی دارد، لیکن گفتن همین چیزها هم من گمان میکنم که درست است، زیرا مردم ممکن گمان کنند که همین صنعتکارا چطوری میگن کاردشون بالای روغن است و دائما زندگیشون همین خیلی یک رنگ خنده بازی وای. لیکن ما هم آدم هستیم، ما هم همین خیلی یک فرصت هایی داریم که مثلا گیریم باید که ما دل ما خالی کنیم یک بار. مقیم جان من شنیدم که رسما خواستند استودیوی خندین کمان رو ببندند. بله. تا کدام اندازه این گفته ها حقیقت دارند؟ ببندند به معنی که دوستی عزیز تئاتر استودیوی خندین کمان یک مؤسسه دولتی سال 2003 تشکیل شده بود. 14 نفر در اونجا هم ماموریت و هم مثلا گفتیم تا فراش 14 نفر فعالیت دارند. خب روزی از رسوا من همین ماه ایون من میشنوم که در قصر جوانان شهر خوجند ما فعالیت داشتیم. در مقامات خواستند که همین مؤسسه رو همچون مؤسسه محکم سازند. انا همون بودجه تشکیل هست، یعنی که همونه با قصر جوانان گذارند و خود همین مؤسسه یعنی که وای دستنگاری قصر جوانان میشود، یعنی که سرورش دیگر یعنی تابع اونجا میشه. تابع میشوند. بله. سابق رئیسی ولایت قاسم رهبرویچ همین چیزا تشکیل کردن از حساب جوانانی با استعداد لیاقتمند و من بسیار آرزوها داشتم که مثلا در آینده حرکت کنیم از حساب جوانان باز یک مکتب حج هم تشکیل کنیم. حالا همین خبر شنیدم بسیار غمگین شدم، دلگیر شدم، زیق شدم. خب تا با سکته دل هم انا آورده رساندم این چیزها. لیکن باور کنید اگر آرزو جان استاپ راجع به سکته دل میخوام پورا حرف بزنید. خب دوستان من یک چی گفتنی هستم. همین بسیاری ها میگفتن که زیق نشوید. سبب اساسی بیمار گشتن انسان این زیقی است. اگر بسیار زیق شوید و حتما شما به بیماری به کتی بیماری میخوابید. لیکن من بسیار کارها شدند، بسیار کارها، بسیار تهمت ها، بسیار گپ و کارها شدند که من همین نشان ندادم. داخلم بگرفتم لیکن افت خنده چهره خنده کرده میگشت. خب انا همین چهره خنده درون پر از غم و درد. حرکتی برباد دادن یعنی این تئاتر استودیو یعنی که تابع ساختن و این تئاتر از بین همچون مؤسسه بردن این آخرین یک سنگ بود برامون به جانب شما زد. بله. سکته دل شدیم. چطور بگویید چگونه شد، در کدام حالت سر زد؟ همون روز همین خبر شنیدیم. خیلی من در خانه بودم. من آرزو بسیاری میگن که آدمای فربه خودشون من نمیگیرن، اینها دلشون وسیع میگن. لیکن من این خیلی اتیپی این خیلی آدمو نیستم. من همون چیزی که مثلا گیریم یک دونه اگر کامنتاری تگی همون ویدیو رولیکی من به یک دونه کامنتاری رود وای 2 روز 3 روز همراهی من میگرد و چیز طبیعی شما را خیره میکنه. بله. خب انا همین چیز بود و بگویی روز زمین در خانه نشسته بودیم. خواستم یک با روی همون پایانی دام فرویم که همین خیلی یک بارگیش به چشم پیشی چشم سفید میشده است. همین قفسه سینه لاوانه زدم میسوزد. بعد من پسرم گفتم من با همونجا هم از دل پریشانی ندارم. من تنها گفتم که ممکن پنیومونیه باشد، ممکن پنیومونیه. این خیلی فکر دارم لیکن خیلی همون خدا را شکر همسایه ما رفتید. بله. همسایه ما دکتر بودن و یک از در اومدن
بعد آهسته در گوشم گفتن که همین خیلی شما ساکت آرام شوید آرام شوید. بعد درحال فهمیدند. بله. خب بعد 21 روز در بیمارخانه خواب کردم. از این چیزها مثلا گیریم آن آدمایی که مثلا همین مؤسسه لایحه قراری ویران شویش تیار کردن و ها خبر ندارن از این چیز. البته خبر ندارن. ممکن بعد از برنامه اگر به ما تماشا کرده باشن ممکن خبر میابن. لیکن یک نفری دیگر به من مصلحت داد. یک نفری که خودش در دوشنبه خوجان فعالیت کرده و حاضر دوره نفقه خوری رو در ایسفر گذرانده شده است. و یک از گفتن که در پایتخت شما میتونید همین تئاتر تشکیل کنید از حساب جوانان نو. حجم‌نگاران ورزیده لازم نیست داخل تئاتر بود. همین جوانکای نوی که هیچ کس نمیشناسد. یکی از فرخار دیگری از مثلا نورک یا دیگر مثلا ممکن از وروخ باشد. هیچ کس نمیشناختگی بچه جوانای جمع کنید. اقلا 10 نفر دختر جوان. بعد یک بارگیش به یک برنامه حجوی کاری کلان در پرزنتاسی در نخست نمایش در دوشنبه گذرانید. از اون خبری شومی که مثلا اویدی وفات استاد بعد دوره جواب من شنیدم. اون روزها هم مثلا گیریم پگاهی سحر من خواستم ماشین قطعی آمدم من. گرچه بسیاری هاشون گفتن که وای کس از کووید گذشتن و ایسو لیکن من آمدم. وای کس در جاده فعالیتی من استادی که مثلا گیریم هر روز یک دست ما راست کردگی نباشن هم لیکن گپ میزدیم تلفن قطعی گپ میزدیم اینجا به می اومدیم برنامه کنسرتی می اومدن مصلحت رو میدادن. وای کس استادی ما هستن استادی حجم‌نگارا من گمان میکنم که یکی از اون نفرانی که حجوی که همون مردک میکرد از رئیس از بالای صحنه تمام منطقه تاجیکستان اینا میفهمید و از خود میکردن. بله. آمدم خطیب فرزندشان یک فاتحه خواندیم خطیب فرزندشان صحبت کردم و گمان میکنم که همون تئاتر آینه که استاد تشکیل کردن همین تئاتر باید که تئاتر هم فعالیت داشته باشد. خب بسیار میخواستم که یک تئاتری همین کوچک یک ما با این خیلی جای کلان هم لازم نیست. ما با همین 2 اتاق کاری باشد در دوشنبه من حرکت میکنم که همون تئاتر یکی از تئاترهای بهتری میشود. ما با اینقدر مبلغ هم لازم نیست. همین سر ما بعضن سیله کنند ما خدا ما همین چیز به ما وای. خب برای چی من جوانای گفته شدم آرزو؟ سوال میخوام پیشنهاد کنم مخیم جان. در طبیعت اون سازمان در اومد تئاتر چی شد؟ احوالی تئاتر استودیو خواندن کمان. مالیه ولایت و یا ممکن است آغاز سال به همین خیل کنند. آغاز سال چون که بین سال این چیز نمیشده است. اصلا هنرمندان این کسموپولیت هستند. در مرز هم اگر زندگی کرده بشود آنجا میروند و زیبایی میآفرند. به نظر من همین طور است. بعد آرزو یک چیز دیگه من گفتنی هستم. همین روز باید که همین پایتخت با مثلا من خودم گفته در نظر ندارم باید که یک آدمی باشد که همین حج و کمتر سال چارچوبه با درآورد. حجوی امروزه رو. بله. یک آدمی باشد که حجم‌نگارای سرجم نماید. یک آدمی باشد که کمتر حجم هم در برش یک مردم گپ زنن مثلا فقط من میبینم همین روزها در یوتیوب برای خاطری لایک و برای خاطری آبونه شدن یک چیزهای اونجا میگذارند که باور کنید و حجم نیست و حجم نیست و چی گویم بسیاری چیزای من حیران میشم. همین یوتیوب منم بسیار فعال میبینم اینترنت با یک چیزهایی که فجأه است مثلا گرم پرسماتر میگیرد 2.5 میلیون 1.5 میلیون میگیرد. مثلا گریم یک شعر در لبی دریا قرائت کرده شده مثلا گریم یا این چیزها علاقه همین با کی عیب دار نمیدونم ولی در سگمنت تاجیکی یوتیوب این چیزها علاقه چی بگویم ماهیت خود رو خیلی از دست دادند. ولی در هر صورت اینترنت هم یک فضای بسیار وسیع است. در اینترنت مثلا فیسبوک اودیتور ویژه خود رو دارد که اونجا اودیتور فیسبوکی خیلی دانشمندند چیزهای بسیار پرمضمون را میپسندند. یوتیوب اودیتور خود رو دارد. من خلاصه این یوتیوب عموما اینترنت یک جایی هست که همه چیز حقوق زندگی کردن را دارد. بله ولی که من طرفداری آن نیستم که مثلا گیریم خود در اینستاگرام خود امروز در تیک تاک میبینید. بله. تیک تاک دارید شما؟ بله. با تیک تاک بسیار فعالم خیلی. میبینی که یک نفر نصف شبانگاه در کجای قپیدن و این خیل اون خیل التماس مردم همین چیزهای قپیدید می خودتون بینید. بله. و فایده نداره دیگر آدم به شما چی کردنتون نمایش دادنتون. درست.
من بسیار مثلا گریم خرسند میشم وقتی که نزدیک مادرش به یک دسته گل کتی میبیاد مثلا گریم مادرش که میشنه همین خیلی چیزای مثلا گریم چیکار دارم. مقیم جان شما اونچنان از این اینترنت و از زمینه‌های اینترنتی حرف زدید که من فکر کردم که شما این چیزها رو ندارید ولی گفتید که تیک توک دارم. من در هر تیک توک دارید؟ بله اینستاگرام دارم، اینستاگرام دارید، فیسبوک دارم، فیسبوک دارید، ادنا کلاس دارم. لیکن من از اون نفرانی که الان تو جیم نیستم فقط برای گردون کردم. بعضا لیکن یک چی پست میمونم. چی مثلا میمونید شما؟ خیر آخرین پستی مونده ای من پیشتر میگفتن که یه لینگه باید که نمک خورید تا اینکه یک آدم باید که فهمی. حاضر زمانه سری یک پیاله چای به میشود که فهم. خیلی گفته نوشتگی بودم من. یعنی که پیشتر بود 7 بار چین کنی 1 بار بور. حاضر تا 7 بار چین میکنی اون کس بریده میرد و چیزه. خیلی نوشته میگفتم. بی نهایت چیزای جالب. یعنی ضرب المثل ها رو شما تحریر کردید با قانون های زمان امروز. بله. عجب. بله. بعداً باز یک چیز دیگر رو من از همین منبری برنامه شما استفاده برده میگم. اکنون بحث است تاجیک در یک دیهات خانه های ویران و ولنگار بالای خر این بحث هست که امروز نگاه کنید خیلی مردم در قصر زندگی دارد. بله. بیناهای با اکنون وقتی آن رسید که بیاید این تاجیک با یک سر لباس بزیب در روی خانه قصر باینه خودش که مثلا گریم کار کرده ساخت است انا همه به ما نمایش دادن الکی وقت آمده سازی. برای چی ما فقط میگیریم یک دیواری ویران و ولنگار یک طرف دروازه تنوکگینی یک چوبش آویزان این چیزا به فکر من همین چیزا لازم نیست تازه. بله پخس دیوارهای پخس دیوار بله و چیزا مثلا گریم حتما رم و گوسفند حتما بالای وای انا وای دیوار رو میچسبوند وای خیر تپک. خیر مقیم جان از اهل هنرمندان خندین کمان همه درباره خود قصه ها کردند، مصاحبه ها انجام دادند، گفت و شنید ها بود میان آنها و روزنامه نگارانی مختلف. ولی شما راجع به بچگی و کودکی و زندگی خود کم قصه کرده اید. نمیدونم چرا. من راستی گپ در اسفر زادگاه هم اسفر مادر من به بازار تاقی میداد. تاقی بعد همون تاقیه مال خامشه ما از قوقن گرفته می آمدیم. انا بعدا مادرم این چیزا مثلا گیریم برای همین زندگی چی کردن خودشون که محاسب سرمحاسب شده کار کردگی بودن باز همین هنرشون هم بود. بعد پهلوی مادر بشته منم یاردم میکردم همون تاقیه هر یک کمی رخش به یک همون چی میگفت پیلته میگفتیم ما همین چیزها که میکردیم. پدرم در بازار تراکتوریست بودم تراکتوریست. انا اونجا ما یاردم میرفتیم. انا ساعتای 2 شب میخواستیم میرفتیم بازار تازه میکردیم. با گشته می آمدم بعد سن تکنیکوم به خوندم میرفتم من. خب شما چند نفر در ما 4 نفر از همه خوردی یعنی که به طوری طرفی ما گپ زدیم که اینجا من از همه خوردی من. خب برادرم سرمعمار است. خواهرانی من یکی در باغچه کار میکنه دیگری در حوزه روسیه است. انا مادری من بسیار آدمی بای هستم. پدرم مادرم 84 86 ساله در اسفر هر روزی شنبه میرم یک دعاشونو میگیرم. خب در عائله ما اومد در اولادی ما گوییم در راه صنعت کار کردگی فعالیت بردگی آدم همین رو پرسیدنی بودم که بسیار انسان های سنت طلبند آدمانی اسفر. بله. اما چی شد که شما هنرمند شدید میون این همه مردم سنت طلب؟ همین من شما میگم که به محله ما موسفیلم میاد برای نوارگیری فیلم. من اون وقت همین خیلی وای بودم سری یورگک بودگی. بعد همونجا همون محله با میگن که همین کودک لازم برای فیلم موسفیلم. بعد میبیاد رژیسور همین خیلی میبیند و همین گرفتن نکار. بعد مادرم میبرد همونجا. بعد میبیند که همونجا مونده بعد یورگک شدن نکار هوا کمتر وای بود است خنک‌تر بود است. یه پشول همی تو گفته و یه پیچونده یورگک مادرم گرفته بود دیدم. ممکن همین یک فالین یک بدمی. بعدا وقتی مکتبی میانه رقم 2 به نام ابوالقاسم لوتی شهر اسفر و چی میکردیم تحصیل میکردیم اونجا محفلای وای بود. دام پیونیر بود خانه پیونیرام بود. همونجا من دایره چی در اومدم اونجا بعدا پهلوی دایره به دراموی بود اونجا.
بعد اونجا در آمدیم کمتر کمتر بعدن بستان آغاز شد، بستان بین شهرها، آزمونی و ایجادیت خلق. بعد اونجا شرکت کردیم. صحنه چه بازی میکرد؟ بله سانی بعد یک صحنه همون تاکسی، اگر در خاطر داشته باشید یا بچگی من خیلی افتی همین بعد واهمه در راه خیلی پیدا میشد من تاکسی همون رو خواهش میکنم اجرا کنید. میستم همین من تاکسی میرم یگان آدم نیست میفتم خیلی میرم که یک آدم همین افت همین خیلی دستش میبردارد من میستم سوار شوید میشند دستش که این تو میکنه دیگه گام نمیزند وای اکا جان تاکسیست تو چه خیلی گپ میزنه که اکا جان امروز هوا آفتابی هم میگم وای امت کنم میخوام میستاد اومدم میگیریم با این راه برفتگینده واسه کیسه‌ش این خیلی میکنه که من میگم موضوع کاردا میگیرد حاضر این جانم میگیرد ماشین میگیرد من میدونم اینا من جای آدمش بسیارتر به رانم که این با همین خیلی ترس تا همون من چی وقت میرود که خودم راضی میشم اگه کوشید نباشه گفتم خیلی ماشین میدونم که وای همین خیلی پول میگیرد مرحمت زداچی لازم نمیگه حالا همین بازیدگی بودیم از همونجا من گفتم که چهره آدم دیده بها دادن خطا بوده است. بله دانشگاهی چی با هنرهای زیبایی به نام توسن‌زاده اولین بار حجت آوردم کریدور بر افسادیم همین خیلی افسادیم یک درک شدگی بوده است همین خیلی گذشته شدم که نگاه میکنم یک بچه همین خیلی یک بوی پوشیدگی منم تا همین خیلی استاد است من گفتم آها دانشگاه با همین خیلی آدمایم ورزشگاه رفتم حجتام اسپردم گشتم اومده ایستادم که با همون درک شدگی خیلی من با شوق‌آور یه بار دیگه نگاه کنم حالگی همون بچه تنومند خیلی ای راست ای دوقت بعد یه هوای من گفتم چهره انسان دیدم چهره فریباست البته خب آرزو جان من یک چیز گفتنی هستم که من از این پیشه کردنی همین کس من بسیار خرسندم من پشیمان نیستم وقتی که تبتون خیره است یا اینکه کمی غمگینید این خنده ها شما رو بی‌زوبیته نمیکنن؟ من تبم خیره باشد حرکت میکنم نبرم همین نه اکنون اینجا یک تا گپ است و مخلص است و عیبی و هم نیست تو من از همه چیزی بهترین همین حرمت میکردگیم با صمیمیت گپ میزند کو همین شب خویل کردید وقت خدا این خیلی گپ میزند همون چیز مثلا گیریم الکی من فرق میکنم کی صمیمیت کی ساختکار این همین وایب میبیه همین درجه اومده ساختکارها چگونه اند ساختکارها شب نغز بود تماشا کردیم همه چیز پلاگیات نبود من میگم برادر ممکن مانند باشد خیلی این چیز لیکن یک چیز دیگر من همینجا گفتنم در کار حجم نگار شدن یا چی شدن این معنی مسخره باز ندارد این مسخره باز ندارد اگر تو کمتر دانشت نباشد تو اگر کمتر خواندگی نباشی گمان میکنم که تو حجم نگار نمیشوی من افسوس میخورم برای چی من دوره اکای محکم حاجی قولوف دوره ای که چایخانه دلکشا میشد همون وقتا با مثلا گریم من چی نبودیم ده تاسف میخورم چون که در اسفره دهه قلچه مزار هست شنیدگی من یک کوی سرخ دارد اگر رفته باشه من رفتم همون مردمی همونجا چونان زنده دل هستن که بعضی اسکیه خانها رو میگویم گذروندیم اونجا بله یک جای رفته بودیم یادتون هست کدام سال بله اکنون یک چیز دیگر ده همین اسکیه بسیاری ها میگویند که این مالی مثلا گیریم فرغانه ازبکستان میبخشید این مالی ما هستیم پیری خانده خواجه نصرالدین تاجیک یعنی که پیری خانده خواجه نصرالدین تاجیک و مثلا گیریم از تاجیکستان مثلا مینا برای این گمان میکنم که من این چیزهای ما عدس دادنمو دکنی اسکیه باز مثلا برای چینیه مثلا الان گیریم رشت با همراهی مثلا گیریم اخی که یاوان و فیض آباد و از دیر و ها اسکیه دارن یا دیگرشون بگیم مثلا گیریم کنی بودم مثلا اسفره همین ها نمیشد یک چایخانه با آمده نشسته مثلا اسکیه گویی وای سفیدا یختکای پشتگی تاقیای موندگی یک طرف سماواری چای یک طرف خونیشی ککلیک بله انا اسکیه باز میشه استادگر باز بزیب میشد مخیم جان نگفتید که بعداً دانشجو شدید بله من در تکنیکومی صنعت خوراکوری شهر اسفره انجینیر یعنی که مهندس تکنولوژ اونجا خوندم صاحب دیپلم گردیدم روح و ارواحشان شد بود عبدالستار زلفقاروف در دوشنبه هم تحصیل زلفقار عبدالستاروف در دوشنبه هم تحصیل کردید بله در دوشنبه پس از ختم تکنیکوم من وای کردم مکتبی عالی شد باز در همونجا خوندم
کدام باز مکتب 4 سال دیگه همون تکنیکو مکتبی عالی تکنیک تجربی برنامه آها. آسمی وای شد اونجا یعنی ادامه دادید همون ادامه پیش رو؟ دادم باز بعدی وای الکای ما در شهر از تئاتر مردمی شهر اصفهان به شهر خوجند آمدیم و یک سخنی یکی از همکارا خیر و یک از هنرمند کسبی هستند یه همین تو لوبیتل ما بس رئیس میشی سردار میشی گفتگی گپ کمتر چی شد می اومدم خوندم من در دانشکده صنعتی بنامی میرزا بله بله کی بود اون همکاری شما؟ اون کس دوستی عزیزی من فتحالله جان عبداللهیف کانا دانا من برایش تنصیحاتی میخوام بسیار مردی نغز است بسیار مردی تیلا است وای کمتر اکنون خیلی حاضر کمتر چی گویم یعنی شما رو هوسکار خوند؟ بله همین خیلی کردگیش هم خوب شد من اومدم این کوچه گذاشتم باز یعنی شما سپاسگزارید؟ بله سپاسگزارم از فتحالله و من اون روزهایی که ما قطعش کار کردیم من فتحالله همچون یک مردی که انا بسیار چی گویم هم یک دوستی نغز است و بعضا گپ میزند گمان میکنی یک ساده لغوانه گپ میزند با وای فتحالله یعنی که وای در همون فیلمی که قطعی خرس بازیدگی است یک فیلم اگر در خاطر داشته باشید انا بعدا ما تماشا میکنیم وقتی خردسال بودیم الف با جان الف با نام یک برنامه بود بسیار برنامه جالب بود همین خیال باز همون آدم که کار کردیم کانا و دانا عجیب و درباره عموما خانه‌دارشویتون نگفتید مثلا همسر شما از اهل هنر است یا اینکه چگونه انتخاب کردید؟ همسری من اصلا خواهرم که در نفتی آباد همون اصفهان خانه‌دار شدند و وقتی که مادرم این مقیم به زنگ گرفتن در کار گفتن من بعد یک وای ختم کردگی همه گمان میکرد که من خودم دوست میدارم و خودم مییابم لیکن من این خیلی نکردم من گفتم مادر جان شما کسی انتخاب کنید خیلی خیلی روزی وای یک تا راه پاییز میگذرد قطار همونجا من گفتن که همونجا یک تا استالبه هست همونجا میستی همون دختر همونجا میگذرد شما جدی میگویید؟ قطعی خالش تو باید شوخی نیست؟ نه شوخی نیست تو باید بینی معقول یا نامعقول گپ زنی من همونجا ایستادم نزدیک سیمچوب ایستادم اونجا راه پاییز دست کردم اونجا ایستادم نگاه میکنم یک دو نفر گذشتم اونجا نگاه میکنم هر دوشم قریب اپاهم با این کلان من گفتم نخواد همین های من بیافته باشم گفتم خلاص بعد نگاه کردم که یک دو نفر اومدن خیلی دیدم بعد همین خیلی تقدیر بوده است ما من خانه‌دار شدیم صاحبی 4 فرزند شدیم زوجه من اهل صنعت نیست زوجه من خیلی خانه‌شین است و در بسیار موردها مثلا گیریم علل خصوص در همین 4 سال اخیر بسیار دستگیری کرد بسیار در پهلوی هم ایستاد و من حاضر خدا به شکر صاحبی 2 فرزند 2 تا نبیره هستم واقعا چند سال اخیر دشوار بود برای شما زیق شدید زیاد بله من از سال 2018 گویم از همون سالها من بسیار ناآمدی کار شد بسیارا میگفتن که آرزو میدونه چی بعد 40 سالگی باید که یگان چیز شود تبادلات شود یگان چیز شود من باور نمیکردم این چیز با ناآمدی کار شد هنرمندایی که شاگردایی که آوردم و ها از تئاتری که همین در مد اول رفته بود و ها رفتن مثلا گیریم شما که رو در نظر دارید گلبهار و دیگر سید سلیمان اینها من از اصفهان مثلا گیریم همراه اومدگیم ما مایده چیز من جمع کرده و من ساخته تیار شد وقتی دویدنش به و ها رفتن چرا رفتن سببش چی بود زیرا گلبهار هم پور حرف نمیزند سلیمان هم پور حرف نمیزند شما هم گرد و اطراف این مسئله حرف میزنید من حرکت میکنم گرد و اطراف این بنگردم سببش این اساسا حسودخوری و من گمان میکنم که مبلغ است مبلغ و یک چیز دیگر رو بگویم که وقتی چه مبلغ کدوم مبلغ خب وقتی که صاحبی مثلا گیریم حکومتی ولایت به من حجره 3 حجره خانه را تحفه کردن من همین چیزا علاقه فهمیدم که همین چیز یک خونوکیچی یک شباده گذاشتم اونجا یعنی به شما دادند و به اونها ندادند بله. همین طور اکنون یک چیز دیگر رو باید بگویم که آید تشکیل همین خندین کمان ایده بیشتر بسیار جاها خیلی گلبهار خانم میگوید که مادر خندین کمان من پدرش و ایسو ممکن تا یک درجه گپش راست باشه لیکن من بسیار مهنت کردم همین چیز به من شب و روز دویدم همین چیز به برای که
маркази шаҳри Хуҷанд ба ҳамин чиз шавад. ва як рӯзе мешавад ки ман мегӯям биёедтон соати 10 ба ҳамҷа шаведтон машқ, соат 12 мешавад, ҳеҷ кас нест. баъд якум бор ин хел мешавад, дуюм бор ман мегӯям бачаҳо фалон соату мо бояд ки фалон ҷо равем, ё дер мебиёяд ё намебиёяд. баъд сони як рӯз шинондам, гуфтам бачаҳо мебахшитон, маънии ҳамин чӣ коротон чӣ маъниш? хоҳитон яке аз шумоён сарвар шаведтон, ман қафотон равам. баъд ҳамин хел ягон кас гап намезанад, лекин бод корашон давом додам мегиранд. ба ин бисёр ҷанҷолҳоям мешуд. як бор дар хотирам ҳаст, Русия рафтем, ноомади кор аст, мо Русия рафтем, ҳамин 0 қати баргаштем, 0 қати. бисёр қарзу қаволаҳо шуд, ҳама ин паси сар шуд. ана ҳавай вақт ба вақте аз фурудгоҳ тайёра фуромадем, коно ва доно майли рафтан кардам, чунки мо рафтем омадем, қарз буд аллакай. майли рафтанӣ кардан, ариза ман имзо кардам, рафтан. акнун 2 нафари дигар инҳоям рафта буданд, лекин баъд аз чанд ҳафтаҳо мо кор мекунем гуфтан омадан. хулас ҳамин хел кор кардем, рафтем. дар ҳар ҷиҳат ман ҳамина ҳис мекардам ки ҳамун сабили монад хонаи гирифтаи ман ҳамиҷа ба як вайда, як нақш бозид. бале. ин ҳасудхӯри мардум ба каму беш ҳаст ҳозир. ҳасуд мегӯянд ки белая завист мегӯянд бо дигар хелаша, вай белая завист набуд вай. ҳамин хел чиз буд. сони ман мегуфтам ки бачаҳо биёед камтар кор кунем. Сулаймон низ хона гирифт, бале, баъди оне ки ман вай параллел аз соҳаи тандурустӣ ба назар соҳаи тибба кор мекард вай. фақат Гулбаҳор бихонам. не, инҷа як гап гуфтам дар кор, аз соҳаи тибба ман хона додан ин хато аст. меҳнатое ки вай дар рафти ҳамин чиз дар телевизион дидан, дар чорабиниҳои ҳукуматӣ дидан, баъд қадр кардан, вай аз саҳна шӯҳратёр гардид. ҳатто дар исфара на ҳама мешинохтан вая. як бачае ки аз диҳа буд, лекин қанчазанад истеъдод дошт. ман як чизаш ба қоил, ман тан медиҳам Сулаймон, қоил ман, барое ки абсолютно вақте ки ҳамин саҳна ба мебаромад комплекс нест мешуд. лекин берун аз саҳна боз ҳаёти берун аз саҳнавӣ аст, ки масалан гирем вая зрител тамошобин намебинад ва чиза. як масалан ман ошхонаи шуморо намедонам, шумо ошхонаи мана намедонед. онҷо бисёр тезутун мешудем, бисёр корҳо мешуд. Як рӯз нерӯз ман бо Сулаймон тезутун мешуд. дар берун аз саҳна чӣ ҳодисаҳо мебуд? хоҳӣ нахоҳӣ дер меомад, назару писар намекард вай, чунки аллакай вай мардум шунохтанд. фаҳмидед? ана баъд ман ҳаракат мекардам ки вайрон нашавад ҳамин чиз, вайрон нашавад. ха шуд ҳамин чиз. Гулбаҳор натавонист хона бигирада? орзуҷон, инҷа як чиз аст. Гулбаҳор шавҳар кард. баъди шавҳар карданаш ман ин чизое мегӯям, Гулбаҳор хафа шавиам хафа шав, лекин аниқ аст, чи аст. як рӯз баъди шавҳар кардан шавҳараш ки меояд мегӯяд шавҳарама корба мегирӣ. ба ҳайси ки? ба ҳайси ҳамин актёр аст ё кассир аст, корба мегирӣ. ман гуфтам Гулбаҳор, ту кор кун, аста аста мебинем, агар имконият шавад ман корба мегирам, лекин ҳозир гирифта наметавонам. як бор дар оид гуфт ва кас даромадам, яъне ки яздимо, агар ин ҳаминҷа ба манам кор накунам, ман ина мегирам инҷа. шартан ин хел буд. баъд ман гуфтам ҳозир шумо ина мегиред, ин вайрон мешад ин чиз. шумо нагиред ина. ту мана корба гир. мобайни ана ҳамин чиз ба ман мондам. ягон маслиҳатгар нест, ягон кас нест. ман гуфтам исто кор кунем, баъд ҳаракат намешад. ҳамин рӯз ту бояд корба гирӣ. ҳамин гапҳоро гуфтан дар кор. вакруг даво кала гаштан дилам ба зад, гапа туиришти. ҳамин чиза гуфтан накор. ва як рӯз ман меравам куҷо? не, ман театр бас, ман фаъолиятамро қатъ мекунам, тамом. ман аризаша гирифтам, лекин ман имзо намондам, истодагӣ буд. мебинам он коно доно ба рафтаниҳоё боз кор карда рафтан. хуб, ин рафт, вай рафт. байн ба ман театри Пушкини шаҳри Бӯстон ба директор шудам. ман вақте ки рафта будам,
همین بودجهتون چند پول هست؟ 20 سوم پول هست گفت همون تئاتر. 20 سوم؟ بله 20 20 سومانی. همین از کجا گفتم؟ امروز همین باغچه بر رفتیم و 20 سومانی پول هست. این تئاتر کار میکند می؟ کار کرده است این تئاتر ها. هرچی با اینجا ها این خیال این یک احوال با. ها همین خیال. با کلی اونجا دیگر کردم تعمیر کردم. در 24 روز 2 بریگاد رفت کار کرد. سیمش می دیگهش می آهنش می. برای مردم گرد و اطراف همون تئاتر دروغ گفتنی نمیمونن. از سحر اونجا بودم کار میکردیم. لیکن من از همونجا کار کردگی من راضی هستم. من یگان خیلی چی ندارم. همون تعمیر کردیم می چی کردیم با همراهی همون اکتیورا کردیم. ما همش کردیم. لیکن این باین به بسیار مردمی برآمدن من دربارشون حاضر گپ نمیزنم چون که من ممکن با چی بشم. همین خیلی کردن که انا آبروی هم زدن. فعالیت ایجادی هم زدن. این موبایل من همین خانه من فروختم رفتم دیگر طرفی خوجند همین های نبینم چی نکنم. لیکن ایجادکار باز پست از غفص با آمدم با همین مهری همین صحنه با کشوله با آمدم. ولی میدونید یک چیز رو از شما هیچ وقت گرفتن نمیتوانند. هنر رو. این یک. باز یک چیز دیگر هست. چی باشه؟ محبت مخلصان رو. بله. محبت مردم رو و این رو هیچ کس گرفتن نمیتواند از شما. بله آرزو جان من همون روزایی که من دیدم یا اون کس من چی نمیکنم. نه خدا نفرمودم این چیزه. لیکن من بسیار زیق شدم. یک خودم یک حالتی میشود که همه نیست میشد. همین یک خدا میمونه. یگان نفر نیست. همون اهل اولت هست و چی هست؟ هنا کی بود در کنار شما در آن لحظه های دشوار؟ میدونی کی بود؟ همین قهرمان بود. بسیاری هم میگن که معیوب است از دستش چی میبیاد لیکن هم بودگیش هم همون هم یک قوت است. بله. شریف جان رحیمی بود یکتا حاضر هم هست از اسکودا. یعنی ننگر که کی میگوید بینگر که چی میگوید. بله آفرین. باز کی گفتید؟ شریف جان رحیمی یک جوان از همین اسکودری عینی بود. هوای قسم در پهلوی من بود. هنرمند جوان. بله هنرمند همین تئاتر خانم. خب این روزهای گذراندیم. لیکن من دستم پرتافتگیم نه خیلی. تمام نه من کار کردم در یوتیوب کانال کار کردم در تلویزیون راه ندادم در یوتیوب نشد با دیگر صحیفه این خیلی بسیاری ها میگویند که برای چی این برنامه نساختید برای چی این خیلی نکردید آخر میبخشید شرایط به همه معلوم است حاضر انا اگر من به نیت هم رسم در همین مرکزی پایتخت مثلا شهر دوشنبه یک تئاتری حج و خانده بوتون جوانای نوقتی چهره‌های نوقتی من وعده میتیم که بین 3 ماه با من تیار کرده یکم نخست نمایشش میگذرونم اگر همین دست یاد و نصیب گرداند همین چیزا من کردنی هستم همون برورم میگم نخست نمایشش مردم بیند وقتی که همین بالاتر شد بس یعنی استا یگان تا شنبه میسپارم و میرم سنی نیتم خیلی است انا این اخیرش به من اونقدر پیسن نامد میسپارم و میروامش نه سپوریده فعالیت کنید. بله مقیم جان سپاس سلامت باشید بسیار ممنونم. مقیم بهترین است. مقیم هنرمندی بسیار شناخته و عزیز است ولی از همه مهم میدونید برای من چی شد یاور است رفیق من است. سلامت باشید. و شکستن قلب هنرمند این کار خیلی آسان است مثل 2x2 ولی میدونید با شکستن قلب هنرمند شما چیکار میکنید؟ با شکستن قلب هنرمند شما صحنه رو از هنر خالی میکنید. شما میلیارد میلیون مخلصان رو از زیبایی از هنر محروم میکنید. برای همین در نهایت برنامه من از همه مردمان دنیا خواهش میکنم که دل مینایی قلب بلورین هنرمندان رو هیچ وقت نشکنید. برعکس هنرمندان رو نوازش بکنید زیرا هنرمند با قلب‌های هر یک ما و شما شادی میارد خرسندی میارد. سپاس که طول این ساعت ها با ما بودید. خداحافظی میکنیم. خوش آمدید. خیر.